تو این ویدیو میخوایم در مورد خواص سماق برای مردان صحبت کنیم. سماق با طعم ترش و رنگ قهوه‌ای و قرمزی که داره، علاوه بر طعم فوق‌العاده‌ای که به غذا میده، دارای خواص بسیار زیادی برای مردان هست. سماق باعث میشه که جریان خون در بدن بهتر به جریان پیدا کنه و باعث میشه که در ناحیه تناسلی هم خون بهتر جریان داشته باشه. درمان کننده نوروز، باعث تقویت قوای جنسی میشه و عملکرد جنسی رو در مردان بهبود میبخشه. دومین ویژگی که داره خواص ضد التهابیه. برای بهبود سلامت پروستات بسیار مفیده و باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان پروستات میشه. همچنین به دلیل کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی میشه و باعث بهبود عملکرد دستگاه قلب میشه. چهارمین ویژگی که داره، باعث کنترل قند خون میشه و برای مردانی که از بیماری دیابت نوع 2 رنج میبرن میتونه مفید باشه. به دلیل خواص آنتی اکسیدانی که داره، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و از ابتلا به انواع بیماری‌ها جلوگیری میکنه و برای کسانی که خیلی زود مریض میشن مصرف سماق توصیه میشه. از سایر خواصش هم میتونیم به بهبود سلامت کبد بگیم، چرا که باعث کاهش التهاب تو کبد میشه و عملکرد اون رو بهبود میبخشه. کاهش دهنده فشار خونه و باعث کاهش بیماری‌های قلبی میشه. برای سلامت دستگاه گوارش مفیده، باعث بهبود هضم میشه و اکثر مشکلات گوارشی رو درمان میکنه. توجه داشته باشید که سماق هم مثل سایر مواد غذایی باید در حد اعتدال مصرف شه. اگر بیش از حد مصرف بشه میتونه باعث ایجاد مشکلات گوارشی و تداخل دارویی بشه. توجه داشته باشید که اگر بیماری خاصی دارید یا داروی خاصی رو مصرف میکنید، حتما قبل از مصرف سماق با پزشک خودتون مشورت کنید، چرا که ممکنه ایجاد تداخل دارویی کنه.